اندامکا جواتانوینرین عراق رخنین تون لمانا لشکر ترکیا گردن دناوا آخا عراق داو امریکا به اگر سرکی هات ناوه هزید زانید. فردوس عوادی اندام جواتانوینرین عراق به مالپر NNC عراق را گهاند بریار مانا لشکر ترکیا دناوا آخا عراق دا بود مثال کادی جلای پارلمان ترکیا و هات دریش کرن هر واسا را گهاند جی مانوه هزا ترکیا دیبیت اگر روپریبونا وان دگل لشکر عراقه لورا پیدویا وک چاوا سردری دگل داعش ده تکرن به همان شیوه سردری دگل وی لشکر ترکیا به تکرن کودنا و آخا عراق دایو هر لدور و چنده جی نویسینگه ها سرک وزیرین عراق را گهاند ترکیا چرو لگ ده کنترول کرنا باجر موسل دا نابید و اما جاپوی چنده جی کر که حکومت ولات وان ده همی روجهن پیدوی گریت بر بو درکرنا هزین ترکیا جا عراقه جلوی خوبجی سعد حدیثی پیفدار سرک وزیرین عراقه ده داخویانی کاروجناموانی دارا گهاند دوی پلانا بو کنترول کرنا موسل هات یادارشتن چه رولک به هزین ترکیا نهات یادان و چه رولک جینا بید چونکی ترکیا بشک نی نجوی هف پیمانیانی دولتی و چه هماهنگی اکنی ندگل حکومت عراق بو کنترول کرنا باجر موسل حدیثی دلگرانیا حکومت عراق سبارت مانا هزین ترکیا لعراق نشان داو آماجه کر که حکومت عراق همی روجه نیاسایی و سیاسی و دیپلماسی بو درکرنا هزین ترکیا جه عراق دگری تبر و ترکیا دی نچار کت ریز لسروری آخا عراق بگرید و افداخویانین حدیثی لپشتی کنبونا پارلمان ترکیا هاد لدم کومانا هزین خول هر دو ولات عراق و سوریا دریش کرین.